أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این قماربازی می باشد که این قماربازی در این زمان از هر مکان و با هر فکرها نامهایش را دیگر می کند که مردم به قمار می درویند، نمی دونند که او قمار است یا نه. برای همین الله در قرآن من کرده است. الله گفته است ای کسانی که ایمان آورده اید، البته شراب، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. الله میگوید ای کسانی که ایمان آورده اید، البته شراب و قماربازی و بت پرستی و ازلام این رجس است، نجس است، از عمل شیطان می باشد، پس دوری جویید تا که نجات یابید. الله با این شراب و با قماربازی و دیگر چیزها میخواهد که بین شما دشمنی و حسد و کینه را بیفکند و شما را از ذکر الله باز دارد و از نماز باز دارد. آیا شما بحث میکنید با این وقتی که آیا به شما کفایه است این فرمان من؟ امروز قمار در هر مکان با هر طریقه مردم گروه بازی میکنند، تنها به تنها بازی میکنند و خود نمیدونند که آیا قمار است یا نیست. مثلا یک چیزی که ورزش است به قمار تبدیل شده است، نمیدانند. مثلا برای غلبه دو طایفه بازی میکند، بین یک دیگرش مبلغ گذاری میکند، این قمار میباشد. امروز مردم رو ورزش هایی که مثلا که گشتین و دیگر چیزها یک شخص رو میبرورند و دیگر شخص رو میبرورند، به یک دیگر جنگ میکنند و مبلغ گذاری میکنند و شخصی که غلبه کرد او رو میگیرد. این یک بازی های قمار میباشد و نرد و این قرط بازی هایی که نزدیک می شود که او رو به قمار می برد، این رو نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث من کردن. آن چیزی که الله حرام کردونید و سبب هایی که او رو می برد به قمار و به دیگر چیزها، او رو نیز من کرده است. الله می گوید من لعب بنردشیر فکأنما سبغ یده لحم الخنزیر و دمه. پیامبر میگوید هر کسی که با نرد شیر بازی بکند، گویا که دستش رو به گوشت خوک و خون خوک آمیخته کرده است. غمس یده. ببینید و اینجورین هر کسی که قمار بازی میکند الله و رسول را نافرمانی کرده است. هر کسی که با چیزی رو که بازی میکند و دوست میدارد، در روز قیامت با این زنده می شود. قمار، انسانی که قمار می بازد نزدیک است که او از بحر خانواده و مکان و جایش می براید و او را بفروشد. نزدیک است، او یک شیطان دارد. و اینچنین در یک حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند که اگر یک شخص بگوید که بیا قمار بازی میکنیم، با این کلامش صدقه بکند. با مجرد یک کلام، مثلا وقتی که گفته شد که بیا قمار بازی میکنیم، او باید صدقه بکند از این گناهش. اکنون ببینید که شخصی که قمار بازی میکند حالش چگونه میباشد. یکی از گناهان کبیره این قمار میباشد که
بس برای چی این را الله منع کرده است؟ مالی برادر را ناحق خوردن می باشد. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. انسان با قمار بازی کردن مالی برادرش را بی مشقت می گیرد، در حالی که مبلغ کار کردن و این مال و ثروت را به دست آوردن انسان عرقی جبین می ریزاند و تجارت می کند، کار می کند، اما در قمار مالی برادر را ناحق می خورد و طرف مقابل در دل دشمنی را گرفته می گردد. با یک دیگر دشمنی می ورزند و هلاکت یک دیگر را می خواهند. برای این قمار در شریعت حرام می باشد و آن چیزهایی که به قمار می برد، قرط بازو و دیگر چیزها، اینها در آینده به قمار تبدیل می شود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند که اسلام آنچه که فایده ندارد، اسراف وقت است، او را امر کرده است که ترک بکند. این بود یکی از گناهی کبیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.